به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود همدیاران عزیز و آموزندگان گرامی. برای هر یک انسان، خصوصاً برای دانشجویان، ضرور و حتمی است که از علم‌های معاصر به خوبی آگاهی داشته باشند، زیرا در هر یک دور و زمان وسیله‌های آموختن علم و دانش تغییر می‌یابند. مثلا در سالهای قدیم تحصیل علم شاید در زیر درخت یا در اتاق به واسطه رنگدان و پر و لوحه انجام می‌یافت. اگر یک چند سال پیش را مثال آوریم، آموختن علم و دانش در مکاتب و دانشگاه‌ها با واسطه کتاب و دفتر و قلم تعلیم داده و گرفته می‌شد و تا حال شده است. از روی پیشرفت علم‌های تکنیکی می‌توان تخمین زد که شاید در چند سال آینده در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تحصیل علم با واسطه کتاب‌های الکترونی و پلانشت‌ها و ویدیو درس‌ها به راه مانده شود که این هم الکی در بعضی از کشورهای پیشرفته دیده می شود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که سلسله درس‌های آموزشی کامپیوتری را بهر شما پیشکش نماییم. دانش آموزان گرامی، عین حال و یا نوارهای من بعده ما را وقتی تماشا می نمایید، مشاهده می نمایید، شما را به جهان کامپیوتر وارد می سازد. اگر شما کار با کامپیوتر را خوب از خود نمایید، آنگاه وی در حل مسئله های گوناگون زندگی به شما کمک خواهد رساند. و ما تصمیم گرفتیم که چگونه که در بالا گفتیم سلسله درس های آموزش کامپیوتر یا مثلا رایانه برای نوآموزان. رایانه همون کامپیوتر است. رایانه به زبان فارسی، کامپیوتر از زبان انگلیسی گرفته شده و در بسیاری از زبان‌ها نیز به همین شکل کامپیوتر استفاده می شود. ما سلسله درس های ما از روی یا طبق برنامه ICDL گذشته می شوند. برنامه ICDL چی رو میگویند؟ ICDL گفته International Computer Driving Lessons، یعنی با زبان تاجیکی اگر اینو ترجمه نماییم گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر. یعنی هر کسی برنامه ICDL را میخواند یا میآموزد، یاد میگیرد که در زیر این برنامه، در تحت این برنامه، یعنی 7 برنامه دیگر جایگیر است، یا بگیم به شکل دیگر ICDL از 7 قسم عبارت است. وی قادر است یا میتواند که کامپیوتر را به تمام شکل یا به تمام نمودش استفاده نماید. این بود درس یکم یا درس مقدموی و از درس های آینده شروع میکنیم به آموختن درس های کامپیوتری.
хоҳиш мекунем фикру мулоҳизаҳои худро дар зершарҳ ё ба забони русӣ комментария нависед ва пешниҳодоти худро гузоред. мутобиқ ё мувофиқи пешниҳодоти шумо дарсҳои мо боз беҳтар ва хубтар хоҳад шуд. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор.